من در کجایم؟ نه ترس، تو در بیمارخانه شفا میابی. چشمانش را گشاد. ما باید فوراً با او صحبت کنیم. اجازت هست؟ التماس کوتاه‌تر. خوب. یوز، تشکر. جان مرا نجات دادی. اهل عائلت هم در جای بی خطرن. خودی تو هم. من همه عهده‌داریم را اجرا کردم. نوبتی تو اکنون آرهان. در پس آنها کی می‌ایستد؟ هر چیزی میدونی به ما بگو. چطور میبینی طاقتم طاق شده ایستاده است؟ در بیمارخانه پرسپوس نمودن به اندیشتون فکری خوب است؟ فکری خوب است. ما چاره دیگر نداریم. بگو. میگویم همون طوری که گفتم. تنها به یوز میگویم. کی؟ تو درست شنیدی یوز. علم شتاب کردن لازم. یوز تو به کجا؟ تو به او چی سخنی مهم رو گفتی؟ اگر یوز خواهد میفهمید. اورهان چشمانش رو گشود. گفت؟ چیزی به گوش یوز گفت، من نفهمیدم. به این کار مانع نشدی؟ چون این فرصت دست نداد. یوز کجاست؟ او چیزی گفت که یوز بی خود شد. دویده برآمده رفت. کار خوب نشد. اگر خواهید من میتوانم اورهان را کشم. نه الکی دیر شد. باید معلوم کنیم که اورهان به یوز چی گفت. شاید که او را با دریا عوض کنیم. منتظر خبری من شو. خوب شده است. با مهمان معامله خوب میکنید؟ یعنی اعتراف میکنی که من اینجا همگی مهمانم؟ در را کشو. اصلا همه چیز را یک طرف گذاشته من حق دارم که تو را بکشم. جسدت را پاره پاره کرده. هر پاره بدنت را در 4 طرف اینجا گورانم. زیرا برادری من با عیب تو این جهان را پدرود گفت. با عیب تو من سری وقت به دادارم دارو برده نتوانستم. برادری تو از سبب سری وقت نبردن دارو نمرد، بلکه برای آن که دوست داشته جای نگاه داشتی او را گفت. شما او را فریب کردید. برای آدمی بد را به گپ در آوردن بعضا فریب هم لازم می آید. تو حالا خودت را همین طور حمایه